اگه فکر میکنی لامبورگینی آونتادور با 780 اسب بخارش قرار جاده رو بهتر کنه، پس صبر کن تا این سامورایی ژاپنی رو بهت معرفی کنم. نیسان جی تی آر R35 یه هیولای دو توربوی 3.8 لیتری 6 سیلندر که از سال 2007 داره دنیا رو میترکونه. بهش میگن گودزیلا چون وقتی پا روی گاز میذاری انگار یه اژدهای خشمگین داره جاده رو جر میده. 0 تا 100ش فقط 2 ثانیه است. تو درک لامبورگینی مثل یه بچه دبستانی جا میذاره و 400 متر رو تو 10.8 ثانیه دود میکنه میره هوا. فابریکش 570 دسته بخار داره، ولی تیونرها با یه جفت توربوی قول و یه تنظیم ECU راحت 1000 تا 1500 تا اسب ازش میکشن بیرون. سیستم چهارچرخ متحرکش انقدر خفنه که توی پیچای تون انگار ریل قطار زیر پاشه، هیچی نمیتونه جدا کنه. لامصب. و داخل کابینش هم پر از تکنولوژی، صفحه نمایش بزرگ، دکمه‌های ریسینگ و یه حس سفینه مانند که هر عشق ماشین یا دیوانه مینماید. جالبه بدونید این گودزیلا نصف قیمت لامبوه، ولی توی پیست آونتادور فقط دود لاستیکاشو میبینه. حالا بگو ببینم لامبو با اون قیمت نجومیش یا این گودزیلا ژاپنی که نصف قیمتشه؟ انتخاب تو کدومه داشتم؟